أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمت‌های خوبش. همه نعمت‌های خداوند خوب هست، چون خود خداوند خوب هست. همه نعمت‌های خداوند مفید هست، چون خداوند مثبت نگر هست. هیچ موقع دید منفی نسبت به بندگانش ندارد. همه نعمت‌های خداوند برای ما و شما بندگان خداست. حلقه وصل بین ما و شما و خداوند نعمت‌های خداست. خداوند با ایجاد این همه نعمت توجه خاص خودش رو نسبت به بندگانش ابراز داشته. و ما بکم من نعمت فمن الله. هرچی نعمت در شما هست و برای شما هست از جانب الله. توجه ویژه. نعمت یعنی توجه ویژه خداوند برای ما و شما. یا به تعبیر دیگر حضور خداوند در زندگی ما و شما. وجود نعمت در زندگی ما و شما یعنی حضور خداوند در زندگی ما و شما. هم نعمت مادی و هم نعمت معنوی. پس در صدد حذف خدا از زندگیمون نباشیم. بی حرمتی به نعمتهای خدا یعنی تلاش کردن برای حذف خدا از زندگی خودمون. و این بسیار کار خطرناکیه. چطوری ما به خداوند توجه بکنیم؟ خداوندی که این همه به ما توجه کرده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری. لازم هست که ما هم با به کار گرفتن نعمتهای خدا در جهت اهداف خلقت نعمتها توجه خودمون را به خداوند متقابلا اعلام بکنیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نعمت برای توست، مال توست. اگر خداوند قصد گرفتن نعمتها رو از ما داشت به ما نمیداد. پس خداوند داده که استفاده بکنیم، اما نداده که پایمال بکنیم. نداده که بعد از چند صباحی بگیم تو هیچ کاره هستید. طبیعیه اگر فرزندی هم به پدرش بگه تو هیچ کاره هستید، این هم خطرناکه، تا چه برسه بندی به رب بگه تو هیچ کاره هستید. مشهور است که شخصی شکایت پدرش میکرد که مالم ازم گرفته، ممتلکاتم ازم گرفته. گله داشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم عصبانی شد، گفت انت و مالک لابیک. تو با مالت مال بابات هست. چقدر به پدر سخت میگذرد که فرزندی رو بزرگ کند که بهش بگوید تو هیچ کاره هستید.
حالا تصور بکنید که خداوند تبارک و تعالی این همه توجه به بندش بکند، بنده در صدد حذف خداوند باشه، بعد بخواهد که سربلند باشد، توانمند باشد، رشد کند، پایدار بماند، نام نیک از او بماند. همه این نعمتهای خداوند، رشد، توان، توسعه، سلامت و سعادت آفرین هست، چون خداوند بندگانش را دوست می‌دارد و کسی که کسی را دوست می‌دارد خواهان رشد و توسعه و پیشرفت دوستش هست. آیا شده کسی رو دوست بدارید خوشحال نشید که ترقی بکند؟ فرزندتو دوست دارید، وقتی معدلش بالا میره به گفته خودمون شارژ میشید. اگر افت کرد معدل تحصیلیش پریشان میشه. هرچی در آموزش بالا بره، در پرورش، در تقوا، در طهارت و پاکی، چون که پدر فرزند رو دوست دارد خوشحال می شود. هرچی شاگرد موفق تر بشود معلم خوشحال تر می شود. البته معلمی که معلم هست، چون معلم حسود هم داریم، نمیتونه ببینه رشد شاگردش که شاگردی از معلمش بالاتر بره. عالم حسود هم داریم، میخواد همیشه خودش تکتاز میدان باشه. عالم تربیت نمیکنه که طلبه هاش از خودش بالاتر برون. خوشحالی اینجاست. تاجر حسود هم داریم، همیشه میخواد که کارگرش کارگر بماند 30 سال، 40 سال، 50 سال. در صورتی تو کارگرها خیلی هستن که استعداد تاجر شدن دارن، میترسه که اگر به کارگرش هنر تجارت یاد داد شاید دیگه رو دستش بزنه، بیزنس دیگه کمرنگ بشه. ولی خداوند این چنین نیست. خداوند دوست واقعی است. الله ولی الذین آمنوا، دوست واقعی. هیچ موقع از رشد بندگانش ناراحت نمی شود، از توسعه پیدا کردن بندگانش، از پیشرفت و ترقی بندگانش، بلکه افتخار می کند که بندگانش عالمند، بندگانش عاقلند. به این قشر از بندگانش بی نهایت افتخار می کند. بندگانش رشیدند از نظر نضج و کمال عقلی، بندگانش حکیمند، بندگانش سخی هستند. هیچ موقع خداوند به بنده جاهل و احمق و کودن و نفهم و بخیل و اصلا افتخار نمی کنه. حتی اگر روز 1000 رکعت هم نماز بخونه بخیل باشه خدا بهش افتخار نمی کنه، چون نماز چیز شخصیه. تا انسان نیت خیر و قدم خیر و حرف خیر نسبت به بندگان خدا نداشته باشد صفت خدایی نمیگیرد، حتی اگر نماز بخونه، و در نظر خدا بزرگ نمی شود. پس نماز خوندن تنها در دل شب برای خودش تنهاست، اما یه حرف یاد بندگان خدا دادن، 1 درهم برای بندگان خدا خرج کردن، 1 کلمه نصیحت به عنوان تذکر هم برای خودش هم برای بندگان خدا، این در نظر خدا خیلی بزرگه. کنتم خیر امت
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. نگفته شما بهترین امت هستید چون خوب نماز میخونید شخصی. تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر، یعنی خیر و شر جامعه براش مهمه، تلاش میکنه جامعه به خیر برسه، همینطوری که خدا تلاش میکنه بندگانش به خیر برسن و تلاش میکنه که جامعه از شر در امان باشه، همینطوری که خدا نمیخواد بندگانش دچار شر بشوند. و واقعا خداوند داره هزینه میکنه و چقدر هزینه کرده برای این که دوستی را تحقق ببخشه. چه کسی سراغ دارید که به اندازه خدا برای تحقق بخشیدن به دوستی با بندگانش این همه هزینه بکنه؟ این همه مخلوقات مسخر کرده، این همه امکانات مسخر کرده که بندگانش توسعه پیدا بکنن. حق امضا داده، حق امضا. مگر خلیفه غیر از جانشینه؟ خلیفه یعنی جانشین، کسی که حق امضا داره. پس خداوند علیم، دوست داره که جانشینش هم عالم باشه، به اون افتخار میکنه. در نتیجه نعمت علم قرار داده، به معلم بها داده، نعمت حکمت قرار داده. خیلی از انسان ها هستن حرف بیهوده نمیزنن، حرفاشون همه دره و همه دوراندیشی و عاقبت سنجی است و همه نجات و رشد و همه تحوله. الله ولی الذین آمنوا. در دوستی خدا شک نکنید. اشکالی که پیش آمده از این دوستی بهره نمیبریم چون هنوز ما این دوست رو به عنوان دوست دلسوز نشناختیم و نپذیرفتیمش که نقش آفرین باشه تو زندگی ما. اون اندازه که خدا به ما بها داده بین سایر مخلوقات، حتی من و توی مسلمان به خدا بها ندادیم. جایگاه خداوند رو در زندگی خود و خانوادگی خود کمرنگ کردیم. برعکسش مسلمان ها امروز اون اندازه به ابلیس بها دادن بی حد و وصف تا مول اختیار زندگیشون شده. میگه برعکس میرقصه، میگه شراب بخور میخوره، میگه ظلم کن میکنه، میگه سیگار روشن کن میکنه، میگه دود مصرف کن میکنه، میگه حسود باش میشه، میگه بخیل باش میشه، میگه فتان باش میشه، میگه نمام باش میشه. و در نظر بندگان خدا اخ و به کرده و به و اخ کرده. در نتیجه بها از زندگی ما رفته. جایگزینش درد و رنج و سکته و خودکشی و پریشانی و بی‌امنی و یک سری شادی های کاذب. طرف فکر میکنه سرمایه دار دنیاست، خیلی موفقه. اگر تاجر باشی خیر نباشید تو سرمایه دار نیستید. شاید تو دنیا سرمایه دار باشید بهش بگن فلانی سرمایه داره، اما تو 60 سال سرمایه دارید. اما اگر تاجر باشی و خیرم باشید تو بی‌نهایت سرمایه دارید. هم تو دنیا سرمایه دارید و هم تو آخرت سرمایه دارید. چه بسا تجاری که در دنیا هم سرمایه دار نیستن، چون شراب و زنا و فحشا و
ظلم و تکبر و مواد مخدر و دود و اینها تو سرمایه هاشون رخنه کرده دوستان ناباب، و در چشم به هم زدن سرمایه رو ازش میگیرن. کسی که میتونست هم سرمایه دار دنیا باشه هم سرمایه دار آخرت، هم دنیای خودش و هم نوعان خودش رو آباد بکنه، متحول بکنه، دگرگون بکنه و بندگان خدا رو در آخرت هم خوشبخت بکنه. شما فکر میکنید فقط پیامبران میتونستن دنیای بندگان خدا رو آباد بکنن و آخرتشون رو آباد بکنن؟ اینطوری نیست. خداوند این توان رو به تک تک ما داده. این مکتب خانه‌ای که میبینید یکی از بندگان خدا درست کرده که میخواد دنیای بندگان خدا آباد باشه، آخرت بندگان خدا هم آباد باشه با پولش. هر کدوم از ما میتونیم همه نعمتهای خداوند، رشد، توان، توسعه، سلامت و سعادت آفرینه، این دید نسبت به نعمتهای خدا داشته باشیم. حالا اگر در زندگی ما غیر از این رخ میده با وجود تراکم نعمتها و این همه نعمت، حتما در تعامل ما با نعمتهای خدا اشکال فنی وجود داره. یکی از نعمتهای خدا علمه، یکی از نعمتهای کامل خدا معلمه، قرآنه، اسلام، دینه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. خوب دقت بکنید، خداوند دینو به عنوان نعمت کامل معرفی کرده. پس وقتی که میخوای به طرف دین برید، این یقین داشته باش که به طرف نعمتی که از جانب خدا کامل شده، هیچ نقصی درش نیست، داری میرید. و در تماس تو با این نعمت کامل و تعامل تو با این نعمت کامل و احترامی که برای این نعمت کامل قائل میشید، تو هم به کمال میرسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه چیزی که من گفتم نعمته عوضش نکنید. وقتی میدان این اللهه، مارک خاکی و زمینی بهش نزنید. همونطوری که جنس جرمنی رو مارکش میکنن یا جنس تایوانی رو مارک جرمنی میزنن، نه، مارکا رو عوض نکنید. جنس خدا را و کالای خدا را مصادره نکنید. الان بی تقوایی شده فرهنگ، رقص شده فرهنگ کلاس، لخت و عریان شدن شده کلاس، جهل شده کلاس. جیب پره، جیبا داره گنده میشه اما مغزا داره کوچک میشه. چه فاجعه‌ای رخ میده و دلها داره کوچک میشه. اگر جیب داره بزرگ میشه، همراهش دلم بزرگ بشه، فکرم بزرگ بشه، جواب میده. خدا نکنه که جیب بزرگ بشه، دل کوچک بشه، فکر و مغز محدود بشه. چه فاجعه‌ای رخ میده. پس اگر دیدیم نعمت‌هایی که خاصیتشون توسعه دادن به بشریته و عمران آبادی زمین و زمانه، با وجود این همه نعمت‌ها رشد و توسعه و پیشرفت و ترقی در زندگی ما نمی آید، حتما یک اشکال فنی در رفتار ما و تعامل ما و نیت ما و استفاده ما از نعمت‌ها وجود داره. تجدید نظر بکنیم چه اشکالی وجود داره.
که این همه نعمتهای خدا سبب رشد جامعه ما نمی شود. اگر عالم خودشو محک بزنه، اگر عالمی در جامعه داره کار میکنه، باید خودش بر بگرده تجدید نیت بکنه، تو نیتش، تو برنامه‌هاش، تو هدفش. اگر تاجر دید که مدرسه درست کرده جواب نمیده، باید تجدید نظر بکنه. انا لله و انا الیه راجعون. چیز خاصی رخ نداده. فکر بکنید که برگشتیم 50-100 سال پیش برق نبود. من جلوتر بیام؟ صدای من میشنوید؟ جزاکم الله خیر. حالا اگر عروسی غیر اسلامی بود، باور بکنید همه سوت میزدن، جیغ میزدن. برق بیاد نیاد خدا که هست، دینم که هست، صحبتم میشه. پس نعمتهای خداوند خاصیتش توسعه است. با این دید به نعمتهای خدا نگاه بکنید. همه نعمتهای خداوند شکر میطلبد. این مطلب پنجم. دوباره برگشتیم و فرهنگ تشکر. من همه جا این حرفا رو تکرار میکنم. این 5 تا مطلب. همه نعمتهای خدا خوب هست. نگید دنیا ملعونه. باور کن بعضی موقع میشنوید دنیا ملعونه. طرف فکر میکنه که اگر میخواد دیندار باشه باید دست از دنیا بتکونه. این دیندار خوبیه. اگر این فرهنگ جا بیفته که هر کسی میخواد متدین باشه باید کاری به دنیا نداشته باشه، خیلی بده. غیر متدینین بر دنیای ما مسلط میشن و روزی ما رو مسموم میکنن. اگر مؤمنی بگه من دنیا نمیخوام، کاری به دنیا ندارم، کافر میاد مسلط بر دنیا میشه، باید التماسش بکنه یه نان جو بده، یه قرص نان بده، یه گونه آرد بده، یه گونه برنج بده. ما باید از این دنیا تقوا و ایمان تولید بکنیم، دیدمون عوض کنیم. دین خوب میخوایم، دنیای خوب، آخرت خوب، دنیای خوب. منهای همدیگه نیست. اگر گفتی آخرت، تو رهبانی هستی. اگر گفتی دنیا منهای آخرت، تو دنیا پرست هستی. همش تنگ نظریه. هر دوتا. ولا تنس نصیبک من الدنیا. ما باید تو دنیا سربلند باشیم. فرزندان مسلمان باید بالاترین تحصیلات علمی و تخصصات داشته باشن و بالاترین اقتصاد داشته باشن و مدیریت دنیا رو به دست بگیرن. ما رو از دنیا در آوردن، الان از دنیا کم کم عقب نشین، فقط آوردنمون تو مسجد محصورمون کردن. گفته اینجا فقط جای شما، همینجا بشینید، در نیاید. همین مسجد هم از دست ما میگیرن. چه کار به اقتصاد دارید؟ برید بابا، برید ریشتون بلند بکنید، نمیدونم فلان بکنید، چه کار بکنید. پس همه نعمتهای خدا خوبه. دنیا یکی از نعمتهای خداست که واقعا رحم خداست. دنیا چیزی که خدا در دنیا گذاشته در بهشت نگذاشته. در بهشت سجده نیست، رکوع نیست، فقط در دنیاست. و در حدیثی خداوند میفرمایند نزدیکترین
مکانی که از اون دیگه بنده به من نزدیکتر نمیشه در سجدگاهشه. پرده ها میفته، فاصله ها برداشته میشود. دیدمون به دنیا دید خوبی باشه. حدیثی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند دنیا رو ما با نیت هامون گندیده میکنیم. دنیا، بندگان خدا با نیت های منفی نسبت به دنیا رو بدبو و عفن میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر مسلمانانی نیم ساعت با هم بنشینند، در اون نیم ساعت در دنیا ذکر و یاد خدا در جمعشان نباشد، برنامه خوب تبادل نکنن با هم دیگه، وقتی که بلند میشن تو اون جلسه نیم ساعتی در دنیا مثل این که از کنار لاشه گندیده مردار الاغی بلند شدن. این بدبویی و مرداری و این گندیدگی از کجا آمده که انسان در دنیا غافل از خدا باشه؟ اما اگر غافل نباشیم، باور بکنید حدیثی داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من مسجد و طهور قرار داده شده. کل زمین. یکی از ویژگی های پنجگانه امت محمد صلی الله علیه و سلم یکیش اینه، جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. مسجد فقط این که مناره داره، گنبد داره مسجد نیست. میگه کل زمین برای من مسجد و پاک کننده، طهور قرار داده شده. یعنی از هر نقطه زمین میتونی عبادت تولید کنید. ولی امروز میگن فقط عبادت و تدین فقط داخل مسجد. نماز در مسجد خوانده میشه اما برای بیرون از مسجده. طرف میگه اتق الله فی المسجد، بس از پله مسجد که رفت پایین دیگه اتق الله نیست. مسجد جای خاصیه برای تقوا. شما دیدی موقع حج زنهای مسلمان لباسشون عوض میشه. حالا کاری به مردا ندارم. بعضی زنها سوال میکنن جناب شیخ برای حجمون باید لباس سفید بدوزیم، لباس سبز بدوزیم، میخوام بریم عمره حج. لباس زن مسلمان در حج و غیر از حج همون لباسه، هیچ فرقی نمیکنه. لباس مرد فقط 2 تا لنگه، ازار و ردا. ولی لباس زن مسلمان در غیر حج و حج یکیه، یک وصف داره. حج لباس زن مسلمان رو عوض نمیکنه، ولی ما داریم عوض میکنیم. برای عروسی و لباس خاص. حج که میخواد بره دیگه فرشته میشید. از حج که برمیگرده دعوت عروسیه، اونجا دیگه اگر اون لباس بپوشه ازش مسخره میکنن، کلاسش میاد پایین. چطوری این لباس تو مسجد الحرام کلاس داشت، تو عروسی فلان بنده خدا کلاس نداره؟ خیلی عجیبه. در خانه خدا کلاس داره، در خانه بنده خدا کلاس نداره این لباس که تو درش میارید. الله کلاس داره یا بنده خدا کلاس داره؟ اگر کلاسی هم گیرش آمده از برکت خداست. اگر حرمتی پیدا کرده چون که میگن فلانی بنده خداست. فرعون که حرمت بندگی رعایت نکرد چی به دردش خورد؟ دست و پا میزد تو همون و هذه الانهار تجری من تحتی، اینا انهارن که از زیر قصر من وارد میشن. همون انهار رو لوله کرد برد تو حلقومش. حالا درش بیار انا ربکم الاعلی. تا زمانی که ما میگیم الله رب ماست، ما کلاس داریم، ما امنیت داریم، ما مسئولیت داریم، ما پیشرفت و ترقی داریم. وقتی خودمون گفتیم انا ربکم الاعلی، خودتو جای خدا جا زدید،
تواند رشد قارون چه شد؟ فخسفنا به و بداره الارض. فخسفنا به و بداره الارض. چند نمونه عذاب داریم. خسف با سین، قذف، صاعقه. ملت هایی با خسف از بین رفتن، یعنی زمین باز شده، بلعیده شدن، زمین به هم آمده. تا روز امروز هم وجود داره. اگر قدرت زلزله ها 9 رشته و 10 رشته باشه، زمین باز میشه. 4-5 رشته. زلزله ای که تو قشم آمده بود، با وجودی که خیلی تو قوی نبود، ولی تو یک مسیر تو خیابان، تو جاده اصلی نزدیک یک کوهی، آسفالت اینطوری شکاف پیدا کرده بود. ولی اگر 9 رشته رو 10 رشته بشه، قطعا این تکون دادن زمین رو باز میکنه. این المفر، این المفر. فقط در فکر دوستی با خدا باشیم، در فکر دشمنی با خدا نباشیم. آدم با کسی دشمنی میکنه که فکر میکنه سر پوستش میشه، به گفته خودمون. کسی رو به مبارزه میطلبه که بیا مشت بخوابونیم، که فکر بکنه مشتش قوی تره. ولی با خدا که نمیشه بگی بیا مشت بخوابونیم. خداوند مرگ در اختیارشه. خداوند میتونه کاری سر آدم در بیاره که باور بکنید معذرت میخوام، معذرت میخوام، معذرت میخوام، فقط کارت باشه دستشویی رفتن و آمدن، خوردن و رفتن و آمدن، اسهال میگیرید. اونهایی که با خدا شدن، با اسپاشون از دجله و فرات عبور کردن، اقیانوس ها رو شنا کردن. حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این مراسم چه مناسبت زیباییه. در تعطیلات نوروزی که هر کسی داره میرقصه و پایکوبی و همه چی تعطیل، نماز تعطیل، علم تعطیل، جلسه خوب تعطیل، نماز جمعه تعطیل، تو کوه خیمه زدن. امسال خب خیلی بهار نیست، ولی سالهایی که بهار بود مردم رفته بودن تو صحرا خیمه زدن. یکی گیتار دستشه، یکی ارگ دستشه، یکی نمیدونم سنتور دستشه، یکی عود دستشه، یکی جفتی دستشه. هر کدوم هم چه یه دوربین رو کولشه از گیتار زدن اون. نه نماز جمعه، همه چی تعطیل. تو تعطیلات و تو خوشی ها آدم خودشو میبازه. وقتی مریض میشی دکتر میگه کار تمام فقط خدا. یعنی یه نفر هست که کار منو حل بکنه، فقط خدا. من دیگه دستم بنده، کوتاهه. یعنی آقای دکتر تو میگی خدا، ولی الان دیگه میگم خدا. دستم به دامنت آقای دکتر، نه دامن من نه، الان دیگه کار من متوقفه، فقط اون. بعد میگه حالا که تو آقای دکتر میگی، حالا میگی خدا، باشه حالا بگم خدا. بابا چند بار بهت بگیم قلیون نکش بده، سیگار نکش بده، قبول نمیکنه. میگه آدم شارژ میشه، نشه میشه. میره دکتر بهش میگه که میمیره، اگه یک نخ سیگار دیگه بکشی، یه پک به قلیون بزنی میمیری. آقا دکتر یعنی میمیرم؟ باشه حالا که آقا دکتر میگه میمیری دیگه نمیکشم. خدا بهش گفت که نکش، میگه نه خدا. چقدر خدا یعنی وقتی فکر میکنیم کمرنگ شده تو زندگی ما. باور بکنید طرف سرطان خون داشته، الان راننده تانکره، 10-12 ساله. دکتر بهش گفت سرطان داری؟ گفت سرطان چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. روحی من بالای سرطانه که من دست رو قلبم بذارم که دکتر گفت سرطان داری یعنی میمیری، قبل از این که بمیرم سرطان منو بکشه سکته بکنم.
نمیدونم داستانش بهتون گفتم یا نه. میگه من سرطان رو با 2 چیز درمان کردم. این طرف زنده است. کل خانوادهشون اصلا چه یک مجموعه با برکتی هستن که برای دین خدا دارن تلاش میکنن و برای نصرت بندگان خدا. بضاعتی هم ندارن. بچه هاش تو خونه نشستن دارن نوار سخنرانی علما رو تکثیر میکنن. زن و مرد دارن توزیع میکنن تو روستاها. شاید از شکمشون زدن یه دستگاه تکثیر خریدن. عیالوار رفت دکتر بهش گفت سرطان داری. گفت انا لله. میگم سرطان داری؟ عجب، تو عجب آدمی هستید. خودش زندگیشو تعریف میکنه. میگه من سرطانو با 3 چیز معالجه کردم. یکی کار خدا، شکر خدا، انا لله و انا الیه راجعون. تو اولین لحظه‌ای که دکتر به من خبر داد، نگذاشتم که خبر دکتر تیری سهم‌آلود به سینم و روحیم و ارادم و توکلم به خدا باشه. انا لله و انا الیه راجعون. دوم میگه شیمی درمانی کردم سرطان، نه با آمپول زیر پوست، نه با برق، با روزه پنجشنبه و دوشنبه. با روزه شیمی درمانی کردم خودمو. و سوم با نیش زنبور عسل. معذرت میخوام. میگه لباسم در آوردم فقط هاف. رفتم اونجایی که کندو بود، دست زدم، آمد تو بدنم. اونقدر دست زدم که هرچی زنبوره کل بدنم بپوشونه و تا میتونن نیش بزنن. میگه وقتی شروع کردن کافی نیست 4 تا زنبور تو رو نیش بزنه. میگه وقتی شروع کردن یک کمی سرگیچه بهم راه پیدا کرد، دست داد. بعد خوب که دیگه خسته شدن از نیش زدن، خودمو تکون دادم رفتن. خانم شربتی آبقند اینا آماده کرد. دیدم که سرگیجه دارم، استراحت کردم. بعد چیزایی نوشیدم، یه دوش گرفتم. اول سرگیچه بهم دست داد، بعد دیدم کم کم دارم سر حال میشم. بعد دیدم که نه، راستی داره بدنم رو فرم میاد. گفتم یه آزمایش دیگه بکنم. 7-8-10 تا از دوستای صمیمی که من توشون از همه پیرتر بودم گفتیم بریم صحرا مسابقه 2. مسابقه 2 گذاشتیم، دیگه من اول شدم. گفتم الحمدلله. و این 3 تا دارو رو برای هر کسی که سرطان داره تجویز میکنه این آقا به عنوان یک طبیب. الان انا لله الصبر عند الصدمة الاولی. وقتی که خبر ناگواری به دادن در جا صبر. چه درباره خودت سرطان دارید، فلان دارید. قدرت‌های غیبی هست در درون خود انسان. اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. این حدیث شنیدید؟ از فراست و تیزبینی مؤمن بترسید چون با نور خدا داره میبینه. انسان به جایی میرسه در عبادت و تقوا و تدین و توحید و ایمان و متواضع بودن در مقابل خداوند که خداوند میگه دیگه الان من با این بندم یکی شدم. چشمش که میبینه با چشم من میبینه، گوشش که میشنوه با گوش من، اصلا دستش من شدم، جلو به شرکت میکنم، پشت سرش، از همه طرف احاطه کردم این بنده رو.
واقعا قدرت های غیبی وجود داره. منظورم از قدرت های غیبی جن نیست که طرف با جن ارتباط برقرار بکنه. یه روز تو انجمن خیریه سرو نشسته بودم، یکی از بچه ها گفت که 2 تا خانم با شما کار دارن. گفتم بفرمایید. وقتی آمدن چشماشون اینطوری بود. منظورم خوشگلی نیست تا چشم گاوی نه، منظورم که چشماشون در آمده بود، سرخ ورم کرده بود. اعوذ بالله. خب نشستن، خیلی صداشون ضعیف بود. بفرمایید خواهرم، امری داشتید؟ چند بار آمدیم شما نبودید، حالا که هستم در خدمتتون هستم. گفت که ما چند مدتی که میگفتیم که اگر بشه ما با جن ارتباط برقرار بکنیم، با جن صحبت بکنیم، فلان بکنیم. یه جستی میخواستم بگیرن، جن رو ببینیم، جن بیاد ازش استفاده بکنیم، فلان بکنیم. حالا جن آمده. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عرب جاهلیت اعتقاد داشت که اگر هر دری، کویری، دشتی یک دیوی اونجا حاکمه، وقتی از اونجا عبور میکنه باید پناه ببره به دیو اون منطقه، وگرنه نمیتونه رد بشه. تو سوره جن خداوند میفرماید و انه کان رجال، مردانی بودن از انس، از انسان، که وقتی از دری، از صحرای رد میشدن، از دشتی، پناه میبردن از ترس به دیو اون منطقه. فزادوهم رهقا. خداوند اونها رو رها کرد با اون دیو، با اون اعتقادات باطل و ضعیفشون، به ترسشون، به ضعفشون افزوده شد. خدا نکنه که خدا پشتت خالی بکنه. گفتن حالا جن آمده، حالا میترسیم. این حرفشون بودا. حالا میترسیم. تو حنجرم احساس میکنم که حتی صحبت هم داره یک کسی دیگه داره صحبت میکنم. شبا آروم ندارم، احساس وحشت، رعب دارم میکنم، احساس خطر، ناامنی دارم میکنم، ولی اول فکر میکردم قدرته. آیا راهی هست که نجات پیدا بکنیم؟ دچار افسردگی شده بودن، پژمرده شده بودن، مثل که آبشون بگیره. یه دستمالی که اینطوری میخوای با جن قوی بشی. و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. حسبنا الله نعم الوکیل. بعضی هم میخوان با مخبری قوی بشن، جاسوسی مردم بکنن، مخبری مردم بکنن، دلش خوشه، قدرته. کسی که خدا داره نمیخواد با خدا تقویت بشه، میخواد با یه مخبری تقویت بشه. فاتحه خودش و مخبرش خونده شده. فکر میکنه 2 روز گوش مردم بگیره، ببره تو سوراخ بزنه، خلاص فلان مأمور رفیقشه. کاری بکنیم که بگن جبرائیل یک طرفشه، میکائیل یک طرفشه. و ما یعلم جنود ربک الا هو ان تنصر الله ینصرکم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. این آیه رو شنیدید؟ معنی این آیه چیه؟ و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. در جنگ بدر خداوند به پیامبرش میگه صلی الله علیه و سلم ای پیامبر، اون تیر پیروزی که تو پرت کردی، تو پرت نکردی، من پرت کردم. اون تیر پیروزی که دشمن رو شکست داد، تو پرت کردی، تو پرت نکردی. ولکن الله رمی، من پرت کردم. این معنی لفظیشه.
مفسرین چی میگن؟ میگن این آیه چه پیامی داره؟ پیامش اینه، خوب دقت بکنید، هم نشسته و هم ایستاده، هم بزرگ و هم کوچک، هم فقیر و هم تاجر، زن و مرد، دختر و پسر، همه میتونن چه؟ زیر این آیه داخل بشن. همین یک آیه کافی مونه. علما میگن که هر کسی اول صبح نیت خدایی بکنه، نیتش خالص خدایی باشه و قصد خیر خدایی به خاطر رضای خدا برای بندگان خدا بکنه و حرف خیر بزنه و قدم خیر برداره برای بندگان خدا، خداوند اونو انتخاب میکنه به عنوان کانالی که نصرتشو از کانال او عبور میده، به بندگانش میرساند. از این بهتر؟ یه بار دیگه میگم، علما و مفسرین میگن هر وقتی اول صبح نماز صبحت خوندی، نیت خدایی کردی بعد از که من به خاطر خدا و رضای خدا باید قدم خیری برای بندگان خدا بردارم، لا محاله، و قدم بردارید به اندازه وسعت. مفسرین میگن که خداوند این صاحب نیت خدایی رو کانالی میزنه که نصرتش، توفیقش، هدایتش، خدماتی که میخواد به بندگان برسانه از کانال او عبور میده. یعنی شما میشی کانالی برای عبور خوبی ها به بندگان از جانب خدا. هر وقتی این نیت تجدید کردید تا آخر عمرت باید باشه، تو تا آخر عمر کانالی هستید برای عبور پیروزی ها، عبور خوبی ها، عبور نصرت های خدا، عبور توفیقات خدا، عبور هدایت ها به بندگان خدا. حالا خوبه که این کانال باشیم. اگر این نشدی چه میشید؟ باید کانالی باشی برای ابلیس که مواد مخدر از کانال تو عبور بده، بندگان خدا رو معتاد بکنه. یا جفتی بزنی که زنا رو برقصونید. کدوم کانال خوبه؟ جفتی بزنید که شیطان سوارت بشه، تو جفتی بزنی زنا برقصن، تو به جهنم برسی با این جفت زنت. یا از اون طرف چه؟ علم و هدایت یاد مردم بدید. به من گفتن که شخصی به اسم حاج عبدالرحیم فهیمی تو این روستا کار خیر زیاد کرده. یک کمی دربارش بگید. چطوری من درباره کسی بگم که خدا کار خیرش داره میبینه؟ خداوند امثال اینهایی که کار خیر میکنن زیاد بکنه. من به جایی که تعریفش بکنم یه دعای خیر براش میکنم بهترشه. شما هم تعریف ما مکنید. نمیگی شیخ الاسلام فلان و قطب فلان و، بلکه بگی خدایا حفظشون بکن، توفیقشون بده، هدایتشون بکن، توفیق خدمتگزاری به خلق خدا بهشون بده. این دعاها برای ما بکنید، از این که شیخ الاسلام و رهبر فلان و نمیدونه. بعضی موقع آدم احساس میکنه بزرگ شده، واقعا همونجا به زمین میخوره. خدایا تو که توفیق دادی به این برادرمون که تو این روستای خودش و این منطقه کار خیر بکنه، خدایا مهر قبولی رو و برکت رو بر کار خیرش بزن و همه خیرینی که دارن خیر میکنن و توشی برای راه آخرتش. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. توشی در اون روز براش قرار بده و برای همه خیرین و زحمتکشان به اسلام و مسلمین. بگید آمین. و در همه کارها خاتم خیرشون بگردان. فکر میکنم این نیازش بیشتر باشه. دست به دست هم بدهیم، منطقه‌مون رو آباد بکنیم. همه دارن خرابکاری میکنن، تو بیا آب خنکی باش بر فتنه‌ای که دیگران. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند الفتنه نائمه لعن الله من ایقظها. فتنه خوابه،
کسی که فطره را بیدار کنه ملعونه، از رحمت خدا به دوره. و الفتنة اکبر من القتل، در جای دیگه گفته اشد من القتل. بیایم جوهایی که خشکیده شده از محبت و صفا و صمیمیت، دوباره این جوها رو پررنگ بکنیم. اون مایه حیاتی که محبت خالصانه خدایی است و دوستی به خاطر خداست، دوباره این جویبارها رو فعال بکنیم، آب حیات و سرازیرش بکنیم. وجبت محبتی للمتحابین فیه والمتجالسین فیه والمتزاورین فیه المتحابون بجلال علی منابر من نور. نمردیم و دیدیم که تو عروسی های آخر زمان قرآن تفسیر می شود، اناشید اسلامی هم خونده می شود، شادی هم هست، صفا و صمیمیت و محبت و یک رنگی هم هست. دست به دست هم بدیم تا بر بگردونیم این واقعیت های از دست رفته و از دست داده را، و این سرمایه هایی که سرمایه های ما بود از دست دادیم در نتیجه غفلت. دیشبم در براق گفتم، یک نقل کردم، چون 4 شب پیش در گله‌دار بودم، 21 داماد بود. مجری برنامه یک جمله گفت خیلی تکان دهنده بود. خیلی وقتتون گرفتم. صحبتام با این نقلی از بزرگان و آبا و اجداد، این مجری آقای رنجبر نقل می کرد. تو اثناء مجریگریش گفت یک مقوله از بزرگان آبا و اجداد یادم آمد که پدران ما به ما میگفتن، آبا و اجداد سینه به سینه، اگر میخواهید که دعای مستجاب داشته باشید و دعاتون قبول بشه، برید پیش تازه دامادا و تازه عروسا دعا بکنید، درخواست دعا بکنید از تازه دامادا و تازه عروسا. چقدر باید حسرت بخوریم امروز میشه از تازه داماد درخواست دعا کرد، داماد سکرانه، ارکستری هم که برای داماد داره میزنه همه مستن، کسانی هم که جمع شدن اونجا همه چشمدرانن و زن و مردم داره میرقصه. حالا چطوری به داماد بگیم دستم به دامادت، من مشکل دارم؟ شما مستجاب الدعا هستید. این مقوله درسته، واقعا اینطوری بوده. چون فاجعه‌ای داره رخ میده، شب بسته شدن نطفه محمد و عمر و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و فاطمه و فلان، و میگه اسم دخترای ما غیر و پسرای ما غیر از ایناست. مادر اینها 3 وعده نماز نخونده، پدرشون هم مسموم بوده. در حدیثی وارد شده که خداوند جل جلاله گفته که بر من واجبه که 3 نفر رو نصرت بکنم، از 3 نفر حمایت بکنم. مجاهدی که اسلحه گرفته فقط برای رضای من و نصرت دین و بندگان من داره جهاد میکنه، نه برای شهرت و غنیمت و پست و مقام، فقط خدایی داره جهاد میکنه. این مجاهد بر من واجبه که نصرتش بکنم و نصرتش میکنم. ان تنصر الله ینصرکم ثبت اقدامکم. 2 جوانی که رو به ازدواج می آورد به قصد حفاظت بر عفت و پاکدامنیش به خاطر من، که امر منو به جا بیاره، که عفتشو حفظ بکنه
و شرم و حیاش رو حفظ بکنه و یک خواهری رو با این ازدواج دوباره حفظ بکنه. گفته اینم حمایت ازش میکنم، واجبه بر من که نصرتش بکنم. اگر فقیر باشه از فضل خودم غنیش میکنم، نیاز به فضل بندگانم ندارم. این مال منه. بخونم براتون آیه قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. اگر فقیر بودن من از فضل خودم غنیشون میکنم. دامادی جوانی که به قصد عفت میره ازدواج میکنه، خداوند وقتی گفته بر من واجبه که نصرتش بکنم، یعنی من و تو ازش درخواست دعا بکنیم. امروز به ما میخندن، بریم پیش یک پیرمرد 80 ساله که دیگه نه شهوتی نه چیزی هیچی نداره، دلش هم تکون نمیخوره، بگیم برای ما دعا بکنه. یا امام مسجده یا ملاست یا سیده. کسی به ذهنش میرسه که از یک جوان تازه دامادی که تازه داماد شده بریم در خونش بگیم برای ما دعا بکن؟ چی رو از ما گرفتن، چی به ما دادن و به دامادای ما دادن. تو عروسی ها فقط فرقه و مشروبات و دود و اسراف و چشمچرانی و بی‌تقوایی و به رخ کشیدن مال و منالت و مال و پول به هوا ریختن و چی از ما گرفتن چی به ما دادن. بیاید با همدیگه بر بگردونیم. 21 داماد تو گله‌دار مثل دسته گل، فیلمشون همراه ما هست ولی پروژکتور نیست اینجا، تو دوربین ما هست. دو طرف مجلس از تو یک کانون فرهنگی اون طرف بود، همه با هم هر 21 راه باز کردن، با صلوات می آمدن جلو مثل دسته گل. 10 نفر این طرف نشستن، 11 نفر هم این طرف. امشب هم داماد این جلسه همین کار کرده برای من. 2 مهمت. من فکر میکنم اولین باره که تو هرمود دارم میام. تو براک هم اولین بار بود دیشب رفتم. خدا به شما جزای خیر بده. ابراهیم دیگه، عبدالکریم استادی اسماعیلی قاطی کرد، مهم نیست، عبدالله. واقعا امشب خیلی لطف در حق خودمون کردن. همین جوان باور کن چه خدمتی به خودمون کردن. گفت شما با خیال راحت بیاید تو عروسی من، ایمانتون از دست نمیره. من تعهد میدم که لطمه‌ای به ایمانتون نخوره. شرفتون، آبروتون، اولادتون، خشم خدا بر اونها واجب نشه. و ما با اطمینان خاطر آمدیم. همینطور هم شد. فکر میکنم فردا شب یا پس فردا شب 3 تا داماد تو هنگو، اونم 3 تا داماد برای اولین بار با هم جمع میشن. و 8 فروردین 20 تا داماد تو گروک، بندر سیریک، 20 تا داماد. منطقه صحراباغ هم یادتون میاد چند سال پیش تو زربون 6 تا داماد بود. تو گله‌دار نزدیک 5000 نفر آدم آمده بود. از بخشدارش گرفته 4 ساعت نشستن. 5 ساعت. بخشدارشو، شهردارشو، شوراشو، همه. امام جمعه شیعه و سنی، برادران شیعه و سنی همه دور هم نشسته بودن. 5000 نفر آدم کم، جمع کمی نیست. واقعا یک همایش ارزشی و دوست داشتنی بود. خیلی ها گریه کردن، بعد از جلسه همدیگر رو تو آغوش گرفتن. اونم آغاز سال جدید 87 با استغفار و دعای خیر و توبه و سال قدیم و پشت سر گذاشتن.
و سال جدید رو تحویل گرفتن و اونم بعد از فراز و نشیب سیاسی انتخاباتی که یه عده به اون رأی میدن، یه عده به اون، شاید خدای نکرده، ولی اونجا دیگه همه تخلیه شدن. چقدر ما نیاز به این جلسات داریم. این منطقی انشالله کار بکنن رو عروسی های جمعی، برای ما هم راحت تره. یک شب میریم برای 42 طایفه، ولی هر شب که نمیشه برای یک داماد حرکت کرد. انسان وقتی 13 ساعت راه میره و برمیگرده حداقل 20 داماد باشه. این کار بزرگان و شورا و امام جمعه و خیرین و متنفذین در جامعه، اونایی که حرفشون خریدار داره، تلاش بکنن که این فرهنگ عروسی جمعی بین طایفه ها محبت و الفت بیاد. جزاکم الله خیرا. خداوند به شما توفیق بده و سرمایه های ازدواج که رضای خدا و نصرت خدا و عفت و پاکدامنی و اولاد سالم و صالح و مصلح اجتماعی، همه این برکت ها و توسعه در رزق و روزیت و در خانوادت و در تمامی شؤونات زندگیت انشاءالله ملموس باشد. بگید آمین. همه کسانی که به نحوی سبب این مراسم شدن، خداوند همه اونها رو به هدایت کامل برساند و در همه امورات زندگی خاتمه به خیر بگرداند. همه این جمع حضاری که در حقیقت تشکیل دهنده این جلسه بودن، خداوند آرزوهای خوبشان را برآورده کند و اگر مشکلی در زندگی هست که زندگیشون رو تلخ کرده، خداوند به برکت این جلسه و این جمع مبارک و این شب مبارک و این مراسم خدایی و ربانی مشکلاتشان را آسان و حل بفرماید و در همه امورات زندگی خاتمه به خیر بشوند، خودشون و فرزندانشون و خانواده محترمشون و تمامی متعلقین و متعلقاتشون. التماس دعای خیرم از همه شما عزیزان و سروران دارم. برای من و خانواده هم دعا بکنید تا خداوند ما هم به هدایت کامل برساند و از تقصیراتمون درگذرد و چشم ما را باز بکند بر عیوب خودمون، نه بر عیوب برادر و خواهرمون، و در همه امورات هم خاتمه به خیر بشویم. خدایا چنین کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله. دوست داریم انشاءالله استارت این مراسم ها که زده شده ادامه پیدا بکنیم تا جوانایی مثل من و امثال من بیان و دوست داشته باشن چنین چیزهایی وجود داشته باشه. از همتونم تشکر میکنم که از راههای دور و نزدیک اومدید. کمال سپاسگزاری و تشکر و قدردانی رو از تک تک عزیزان دارم، علل خصوص اون کسانی که از جاهای مختلف اومدن.